أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید که باب النهی عن البخل و الشح، یعنی که باب در مسئله بازداشتن از بخیلی و از شح یعنی دلبستگی زیاد به مال دنیا، که انسان بسیار کنیز شود، یعنی حرصی زیاد پیدا بکند به مال دنیا. در این باب همین چیز را بازداشتنش را و همین چیز را شریعت منع کردنش را امام نووی رحمه الله برای ما و شما دلیل تقدیم میکند. خب اولا آیت ها را میارد، میگد قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و اما من بخل و استغنا، و اما شخصی که بخیلی کرد و استغنا یعنی بینیاز دانست خودش را از پاداش و ثوابی که الله سبحانه و تعالی برای بندگان میدهد. یعنی شخص بخیلی کرد و خودش رو بینیاز گردانید یا بینیاز دانست از پاداش، یعنی صدقه نداد، گفت من صدقه در کار نیست، یعنی که گفت من احتیاج به صدقه به ثواب ندارم، گفته صدقه نداد. و کذب بالحسنى، و دروغ شمارید، بالحسنى یعنی به آن وعده هایی که الله سبحانه و تعالی برای انسان خیرخواه میدهد، برای انسان صدقه دهنده میدهد. این انسان خودش را دروغ شمارید آن را، بالحسنى که وعده های پاداش و ثواب و اینها را دروغ شمارید، باور نکرد. الله سبحانه و تعالی میگه این طور انسان را فسنیسره للعسرا، پس ما آسان میگردونیم برای این انسان عسرا را، یعنی یا قرار میدیم انسان را در عسر، در سختی، و ما در سختی ما این انسان را قرار میدیم یا آسان میگردونیم برای این انسان راه رفتن به سوی عسر را، یعنی مشکلات و پرابلم ها و در روز قیامت آخرش به جهنم. این طور انسان را میگه برای این راه بد رفتنش را آسان میگردانیم. و ما یغنی عنه ماله اذا تردى، و ما یغنی و دیگر فایده اش نمی کند، عنه یعنی همین انسان را، ماله یعنی مالش، این انسان را دیگر مالی داشته در این دنیا براش فایده نمی کند. کی؟ اذا تردى، وقتی که داخل جهنم شد، وقتی داخل دوزخی شد، دیگر مال و ملکش براش فایده آوردن نمی تواند. خب سوره لیل این یکم آیت برای کسانی که بخیل هستند. و دویم آیت الله سبحانه و تعالی میگه که و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، یعنی هر انسانی که حفظ میکند خودش را، شح نفسه یعنی از بسیار دلبستگی نفسش به مال و ملک، خودش حفظ میکند، خودش نگاه میدارد که دلبسته به مال و ملک نمی شود. الله میگه فاولئک، پس این طور انسانی که خودش را نگاه میکند تا اینکه دلبسته زیاد به مال و ملک نداشته باشد، هم المفلحون، الله میگه انا همینها رستگار و نجات یافته و کامیاب هستند. هر کسی که خودش را از حبی از دلبستگی زیاد به مال حفظ کرده بتواند. و ما یوقع نگاه داشته تواند، حفظ کرده تواند. شح نفسه یعنی که دلبستگی زیاد نفسش را به مال دنیا. خب این سوره تغابن. بعد از این دو آیت را آورد و بعد از این در قسم حدیث ها میگذرد، میگه و اما الاحادیث، اما حدیث ها میگه فتقدمت جمله منها فی الباب السابقی، پس گذشت میگه بعضی از اونها در باب گذشته، یعنی در باب های گذشته که خلاص کردیم در اونجا چند تا همچنین حدیث های درباره بخیلی و درباره این چیزها، درباره شح نفس و حرص به مال دنیا و این چیزها که گذشتگی بد میگه.
اما در این باب باز یک حدیث دیگر برامون تقدیم میکند، میگه حدیث 562 و عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، میگه که از جابر رضی الله عنه روایت است، هر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اتقوا الظلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که پرهیز کنید شما از ظلم، یعنی از ظلم دوری بجوید، از ظلم کردن خودتون رو دور نگه بدارید. چرا؟ فإن الظلم ظلمات یوم القیامت، زیرا اینکه ظلم میگه تاریکی های در روز قیامت است. ظلمی که در این دنیا میکنی سبب تاریکی ها و سبب ناروشنی های آینده در روز قیامت می شود. و اتقوا الشح، پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنین میگه که شما پرهیز کنید از شح. شح یعنی چه؟ یعنی دلبستگی زیاد به مال دنیا، دلبسته به مال دنیا نباشید. چرا؟ فإن الشح اهلک من کان قبلکم، زیرا اینکه شح هلاک گردانید کسانی که پیش از شما بودن. یعنی دلبستگی هلاک گرداندگی است قومایی که پیش از شما بودن. چیکار کرد؟ حملهم علی ان سفکوا دماءهم، یعنی که وادار کرد همین شح، همین دلبستگی به مال، همین قومای پیشینه را علی ان سفکوا دماءهم، یعنی که بر این که خون یکدیگر را ریزاندند، یعنی که دلبستگی به مال که داشتن باز برای مال شده خون یکدیگر را ریزانیدن. و استحلوا محارمهم، و حلال دانستن حرام گردانده شده ها را، یعنی مالی کسی دیگر به کسی دیگر حرام است او را حلال دانستند و ناموس و آبرو یک کس به یک کسی دیگر حرام است و برای دنیا و برای دلبستگی به مالی که داشتن اینا را همه را حلال گرداندن به نفس خودشان و این بدبختی را انجام دادن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست. خب این باب به همین خلاص شد. این باب در مسئله بخل و شح بوده است. خب یک فایده در اینجا هست، یعنی بخل چی است؟ درس گذشته جود خوانده بودیم. جود یا جوادش میگن، جواد کی است؟ سخی کی است؟ اینها هر یک کدامشون چی فرقیت دارد؟ اولا در مسئله سخی کی است؟ سخی انسان را میگن که الله سبحانه و تعالی براش مال دادگی است و هر چقدر رزقش دادگی است هم خودش میخورد هم دیگرها را میدهد. این انسان را سخی میگن، هم خودش میخورد و هم برای دیگرها میدهد، یعنی صدقه میکند. و بخیل کی است؟ بخیل انسانی هست که ضد سخی، یعنی از همون مالی که الله براش داده است نه خودش میخورد نه کسی دیگر را میدهد، این را بخیل میگن. پس سخی و بخیل ضد یک دیگر هستند. سخی هم میخورد هم دیگر را میدهد، بخیل نه خودش میخورد نه دیگر را میدهد. اما درس گذشته جود خوانده بودیم، جواد چه میگویند؟ جود و جواد اینی کی است؟ جود یا جواد این کسی است که الله سبحانه و تعالی براش مال میتید یا چی قدر رزق به الله براش میتید خودش نمیخورد و برای دیگران را میتید، یعنی صدقه میکند و خودش همون یک بگیم برای زنده ماندن نگان چی تناول میکند، باقی مانده شه با کی میتید؟ با کمبغلا و ناداران میدهد. این را جود میگن یا جواد. این هم جایز است در شریعت، زیرا که مهاجرین یا انصار همین صفت رو داشتن، الله سبحانه و تعالی اونها را چیکار کردگی است؟ تعریف و توصیف کردگی است. فهمو؟ از این حساب جود و سخی هر دوش جایز است، اما بخیل این صفتی مذمومه است، یا شح با از بخیل دم مذمومتر است، بدتر است. خب اکنون باب نو ده میگذاریم، باب الایثاری و المواساتی. باب نو درباره ایثار است. ایثار یعنی چی؟ ایثار یعنی که دیگر را از خودت بالا دانستن. ایثار دیگر را از خودت بالا دانستن یا گرامی داشتن و احترام قائل شدن برای دیگرها، بالا دانستن دیگرها به خود، این را میگن ایثار. اکنون این باب درباره ایثار است. و همچنین درباره مواسات هم هست. مواسات یعنی چی؟ مواسات یعنی درباره کمک کردن به یکدیگر یا همدردی کردن با یکدیگر.
وقتی که اگر در مشکلی میشود هم درد چیدن با اون یا تسلی دادن و خلاصه به این معنا میآید مواسات و همچنین کمک کردن. خب اکنون در باره گرامی داشتن و همدردی به دیگران کردن این باب در کنون امام نووی رحمه الله برای ما و شما دلایل تقدیم میکند. اولا آیت را میارد میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. و یؤثرون هم ایثار گفته موضوع یعنی که دیگران را از خودشون بالا دانستن. و یؤثرون یعنی که آنها دیگران را، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگران را بالا می دانستند بر انفس خودشان، از خودشان دیده، یعنی که دیگرها را برتر و گرامیتر و بالاتر می دانستند. ولو کان بهم خصاصه، و هرچند که اونها خودشون احتیاج و نیازی بسیار سخت به مال و ملک داشتن، یعنی به طعام خودشون احتیاج داشتن، اما اگر طعام میافتند خودشون نمیخوردند و یؤثرون ایثار میکردند، یعنی دیگرها را از خودشون بالا میدانستند. این سوره حشر. بعد از این یکم آیت درباره ایثار. و دویم آیت میگه قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و یطعمون الطعام یعنی که و انفاق میکردن غذا را، و یطعمون یعنی اطعام میکردن، یعنی طعام میدادن، غذا را، خوراکواری را، علی حبه. درباره حبه علما دو قول دارن، یعنی که با دوست داشتن الله، این هی میگن یعنی به الله برمیگردد، با اون دوست داشتنی که الله را دوست میداشتن، با انا همون محبت الله دیگرها را طعام میدادن، مسکین و یتیم و اسیران، کی را؟ مسکین و یتیم و اسیر را طعام میدادن. فهمو؟ این یکم ترجمه. و دویم ترجمه و یطعم، و اکثر علما همچنین دویم ترجمهش ده میگن اینش راجح تر است، باز والله اعلم. میگه که و یطعمون الطعام علی حبه، یعنی اطعام میکردن غذا را با آن محبت دوستداری که خودشون همون طعام دوست میداشتن، یعنی خودشون حبه میگه به طعام برمیگردد، یعنی خودشون اوقات همون طعام دوست میداشتن اما خودشون نمیخوردن، به مسکین و یتیم و اسیر اطعامش میکردن، صدقه میدادن تا این کنها تناول کنند. پس این علی حبه دو ترجمه، یعنی با دوست داشتن الله یا با دوست داشتن همون مال، همون خوراک، همون طعام خودشون دوست میداشتن اما نمیخوردند و اونها را میدادن، اطعام میکرد، صدقه میکردن. خب بعد از این در قسم حدیث میگذرد، حدیث 563. و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى النبي صلی الله علیه و سلم فقال، میگه آمد مرد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم پس گفت اینی مجهود، گفت ای رسول الله من بسیار گرسنه هستم، مجهود هستم، ناتوان، بگم هنگ ندارم از گرسنگی و از گشنگی را دیگه خلاص، بگم قوت از بدنم ندارم. فارسل الى بعض نسائه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد کسی را به نزد بعض زنهایش، یعنی به خانه‌اش روی کرد که اگر چیزی خوردنی داشته باشد بتیاد تا اینکه بیچاره گرسنه تناولش کند. فقالت، پیش یکم زن پیغمبر رفتن، مثلا کدامی از زنهای پیغمبر، همسر پیغمبر گفت که والذی بعثک بالحق ما عندي الا ماء، گفت قسم به ذاتی که تو را به حق فرستاده است ای پیغمبر، ما عندي الا ماء، یعنی در خانه چیزی نیست به جز آب، فقط آب داریم در خانه خلاص، دیگه یگان چیزی غذا، طعام و خوراک در خانه وجود ندارد. ثم ارسل الى اخرى، باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی دیگر را به نزد دیگر عائله اش فرستاد و دیگر خانه اش فرستاد. فقالت، اون عائله دیگرش هم گفت که مثل ذالک، مثل همین گفت. حتی قلنا كلهن مثل ذالک، حتی هر خانه اش روان میکرد پیغمبر جواب یک چیز بود، لا والذی بعثك بالحق
ما عندي الا مون. فقط همشون جوابشون همین بود، نیست. لا یعنی نیست اون چیز، قسم به ذاتی که فرستاده است تو را با حق، نیست در نزدمان یا نداریم ما چیزیم مگر آب، فقط آب داریم و خلاص، غیر آب دیگر هیچ چیز نیست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم از یگان خانه‌اش غذا پیدا کرده نتوانست برای این بیچاره گرسنه را. فقال نبی صلی الله علیه وسلم، پس وقتی که از خانه خودش پیدا که نکرد پیغمبر، پس پیغمبر گفت که من یضیف هذا اللیلة، یعنی کی مهمانداری میکند، هذا یعنی این مرد را، کی مهمانداری میکند این مرد گرسنه را، اللیلة این شب، کی میتواند که این مرد گرسنه را این شب مهمانداری کند. فقال رجل من الانصاری، پس میگه گفت مرد از انصاری ها، مرد انصاری گفت انا یا رسول الله، میگه گفت که من مهمانداریش میکنم ای رسول الله. فانطلق به الى رحله، پس میگه بردک وی را، فانطلق به یعنی برد همون مرد را، الى رحله به خانهش، همون مرد انصاری این مرد را به خانهش برد. و فقال لامرأته، پس مرد انصاری همسرش را گفت اکرمی ضیف رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گرامی بدار، احترام و حرمت و تشکیلیف در پیش، یعنی خورد و خوراک باید آماده کرده شود در نزد مهمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیرا که مهمان رسول الله بود. حدیث متفق علیه است. پس اون انصاری میگه این را مهمانداری کرد. خب در روایت دیگر چی میگه؟ میگه و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است که قال لامرأته، این مرد انصاری میگه همسرش را گفت که هل عندکی شیء، آیا چیزی داری، یا اون چیز خوردنی هست؟ فقالت لا، میگه این مرد، این همسر این انصاری گفت که نه، یگان چیزی خوردنی نیست. الا قوت صبیانی، مگر اینکه گفت خوراکی کودکامون هست، یعنی که همون چیزی که باید این بگه کودکا تناول بکنن همون هست و بس، غیر اون دیگر چیزی نداریم. قال، پس میگه مرد انصاری همسرش گفت که فعللیهم بشیء، یعنی تو مشغول بگردان اونها را به چیزی، سرگرمشون کن، یعنی که هشون به طرف دیگر بگی، کودکا را دکنون، کودکا را هشون به طرف دیگر بگی. و اذا ارادوا العشاء فنومیهم، پس هر وقتی که عشا بخواهند، یعنی خوراک بیگار را طلب کنن، بگن بیا خوراک بخوریم، فنومیهم، پس اونها را خواب کن، یعنی بگو خواب میشیم خلاص که نیم شب شید. و اذا دخل ضیفنا، اکنون همسرش راه نشان داده است، وقتی که داخل شد گفت در خانه من مهمان من، وقتی مهمان در خانه که در آمد، فاطفئ السراج، پس گفت خاموش کن چراغ را، چراغ را گفت خاموش کن تا اینکه نبیند. و اریه انا ناکل و اریه، یعنی که ینمود نشان بده برای مهمان من که، ینمود وانمود کن، یعنی مهمان من تصور کند انا ناکل، هر این ما هم با مهمان من خورده ایستاده ایم، این همین خیلی شود که دهانو را میجمونیم، دوستا را میبریم میاریم، گویا که اوقات خورده ایستادیم. پس میگه فقعدوا و اکل الضیف و بات طاویین، فقعدوا، پس میگه خیلی مهمان آمد و نشستن، و اکل الضیف، و طعام مهمان زد، ماشاءالله خیال کرد که صاحب خونم قدش خورده ایستاده است. و بات طاویین، و خوابیدن اون مرد زن انصاری با همسرش کودکاشون، طاویین یعنی گرسنه اون شب رو روز کردن. فلما اصبح، پس زمانی که صبح شد، و زمان وقتی که صبح فرا رسید، غدا علی النبی صلی الله علیه و سلم، این مرد انصاری با مهمانش میگن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که لقد عجب الله من صنیعکما بضیفکما اللیلة، لقد عجب الله، یعنی که واقعا الله سبحانه و تعالی خوشنود شد، تعجب کرد. صفت تعجب برای الله سبحانه و تعالی جایز است با همین حدیث. واقعا میگه الله سبحانه و تعالی تعجب کرد، یعنی خوشنود و راضی شد، من صنیعکما، یعنی از این رفتاری که شما زن و شوهر انجام دادید، بضیفکما، یعنی که با مهمانتان
اللیلت این شب، یعنی که اون کاری را که شما با مهمانتون این شب انجام دادید الله سبحانه و تعالی تعجب کرد، یعنی خوشنود شد. و در روایت دیگر میاد که میگه الله خندید از این کاری کرده شما. یعنی ببین مهمانش را چه خیل بگیم مهمانداری کرد که تا کودکاش خوابانید و با همسرش مثلا چی کارها را کرد که الله سبحانه و تعالی از همه این با خبر. الله سبحانه و تعالی میگه خندید، در روایت دیگر میگه خندید. پس صفت خندیدن رو از الله سبحانه و تعالی از همون حدیث میگیریم، یا که تعجب کردن رو از این حدیث میگیریم که تعجب کردن صفت الله سبحانه و تعالی هست. اما تعجب رنگ بنده نه. تعجب بنده احتیاج به غافلگیری دارد. بنده اگر غافلگیر شد بعد تعجب میکند، اما الله سبحانه و تعالی این طور نیست. یعنی که از چیزی غافل نیست که تعجبی به مثل انسان کند، اما تعجب میکند الله سبحانه و تعالی همون طوری که به خود الله لایق و سزاوار است. خب بعد از این حدیث 564 میگوید که و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم طعام الاثنين کافی الثلاثه، یعنی که طعامی یعنی خوراکی دو نفر کافی الثلاثه، یعنی که کفایت میکند 3 نفر را، یعنی برای 3 نفر کافی است. طعام 2 نفر برای 3 نفر کافی است. و طعام الثلاثه کافی الاربعه، و طعام و خوراک 3 نفر برای 4 نفر کافی است. حدیث متفق علیه. و فی روایت لمسلم عن جابر رضی الله عنه قال، و در یک روایت دیگر امام مسلم روایتش میکند، اما راوی حدیث حضرت جابر است، اون بالاگیر حضرت ابو هریره بود. این را راویش حضرت جابر رضی الله عنه است که میگه عن نبی صلی الله علیه و سلم قال، از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت جابر روایت کرده میگه که طعام الواحد یکفی الاثنین، یعنی که خوراک یک نفر برای 2 نفر کافی است. و طعام الاثنین یکفی الاربعه، یعنی که طعام 2 نفر کافی است برای 4 نفر. 4 نفر باشد طعام 2 نفر برایشان کافی است. و طعام الاربعه یکفی ثمانیه، یعنی که طعام و خوراک 4 نفر برای 8 نفر کافی است. این حدیث امام مسلم. خب این است این باب و این حدیث ها. با همین درس امروزه با آخر و حدیث 565 را ان شاء الله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.